سوال نکردم دست بعد بگم امین ادای منو در بیار. ببینم یه فیلم نامه اینجا داری؟ اینو خودم میگم. اینو خودم میگم. ادای منم برای در بیاری. اختیار داری استاد. شما که ادا نداری عزیز من. ببخشید. استاد میفهمدن که من و پروین عاشق همین. برام خودتو معرفی کن. حالا تو ببین به من اصلا نزن. منم سلام عرض میکنم خدمت بیننده های برنامه‌تون. خودت که مجری برنامه ای. بابا دوستان عزیز عجب شبی بشه امشب. یک برنامه بسیار خوب از چارپای داغ. خب من برات همراهی میکنم. خوبه خوبه اینجا چارپای داغ یعنی جایی اگه دروغ بگی میتونی تاریکه چرا اونجا اون باریکه بچه رو رود بفرست مدرسه یکی تا آشخان ساعت 9 شب بزنش نبره. خیلی خوب بود. شکایت هم ازت میخونم. دوستان از برنامه عجب برنامه درباره داغ داری بازم برات میخونم ولی خب من دیگه وقت ندارم چون باید برم کنسرت بدم. سرلاک بخون نخور آب بده. سبلاب بخون جای سرلاک بده بچه تو بخوره داشت. خداحافظ دوستان عزیز برنامه رو دیدیم خیلی باحال بود لذت بردیم. یکم از کارت بگو این کاروبار جدید چی داری؟ الهی والا من الان درگیر چای شیرینم. قربونت برم. خب قبلا هم که دیگه بوده دیگه تحچین داشتیم بلدرچین بود شبهای بره بود از همین شبکه. شما ببخشید. چی ببخشه؟ اسم کارمه دیگه. اسم کار چیه؟ محمودت بکاریم شما ببخشید. تو هم ببخش. بعد یه 2 تا کار دیگه بود این اواخر خیلی دوستش دارم مثلا هنوز تیپشو دارم. مرد یه چهره بود. سلام علیکم. مرد یه چهره رو خیلی دوست داشتم و همون با مرد 2 چهره کل خیلی همش خودم بودم خیلی خوب بود دیگه قربونت برم.